بخش مستقیم در سوال جواب شرعی آنلاینی اینترنتی رسانید و من و شما می توانیم که از شورای علمای جمهوری تاجیکستان، از ریاست فتوای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان مسائل دینی و مسائل شرعی خودمون را بگیریم. البته این برای آخرت من و شما بسا باعث اجر و ثواب است. و موضوعی که امروز ما البته در بخش مستقیم ما سوال جواب ها را میگیریم و در خدمت بینندگان عزیز هستیم. با وجود این ما دنبال کردیم از مسائل مبرم روز که پاشیدن عائله های جوان به نهایت زیادند. ما در این سمت در اینجا چند لحظه در خدمت شما هستیم که چرا امروز عائله های سالم، عائله هایی که نسل جوان خصوصا امروز شب با همدیگر جمع می شوند، در جاده زندگی بسیار از آنها موفق نیستند و در نتیجه آورده به جداگی می رساند. حالا که قرآن درباره آنانی که ازدواج میکنن زن میگیرن میگه و عاشروهن بالمعروف، شما با زنان معامله خوب داشته باشید. و البته خطاب من امروز به اون جوانانی هست که میخواهند در جاده زندگی قدم مانند و برای خودشان همسری انتخاب کنند. خطاب من به اونها هست که ببینید دیدگاه دین مبین اسلام احکام شرعی درباره ازدواج کردن با مرحله ها هست. یعنی بعضی وقت می شود زن گرفتن فرض است برای یک انسان، گشت گذار کردن اون بدون زن گرفتن گناه است. در مرحله دیگر بعضی اوقات واجب می شود، بعضی وقت زن گرفتن سنت است، بعضی وقت از دیدگاه دین مبین اسلام ممنوع و حرام است. مرحله اولی که برادران عزیز گفتیم فرض می شود اون این هست که یک برادر ما قوت و توان جنسی دارد، دارایی و مالیش خوب هست و غالب گمان هست که به گناه مرتکب می شود. در این صورت دین مبین اسلام زن گرفتن را برای این جوان مسلمان فرض می داند، با این مرد مسلمان فرض می داند. اگر نکند این گناه کبیره را مرتکب شده است. در مرحله بعدی گفتیم که واجب بشه، در اون صورت هم گناهکار می شود. اون این هست که سلامتی جسمی و جنسی اون خوب هست، مال و دارایی هم دارد، اما گناه کردنش احتمالی زیادی ندارد. در این صورت واجب است، در این صورت ترکش هم گناهکار است، گناهکار می شود. و در صورت دیگر که سنت است اون این هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید که یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فانه اغض للبصر و احسن للفرج، او کما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی پیامبر اسلام میگوید که این سنت مقام سنتی هست. ای گروه از جوانان، کسی از شما دارایی پرداخت مهر را دارد پس زن بگیرد، چون که برای حفاظت چشمانش و برای نگه داشتن شرمگاهش این بهترین راه است، یعنی زن گرفتن. در دوام حدیث میگوید و آنانی که قدرت و توان ندارند که مهر زنها را پرداخت کنند اونها روزه بگیرند و این روزه تخفیف و آرامش در جنس اونها، در جسم اونها، در تخفیف در مسائل شهوانی اونها باعث می شود. بنابراین برادران عزیز در مرحله سومی یک انسان دارایی مالیش خوب است، جسمش هم سالم است، اما چندان رغبت بر گناه و معصیت، چندان رغبت بر زن گرفتن ندارد. در این صورت چون که جسم اون سالم است، دارایی هم دارد، زن گرفتن سنت است.
و در مرحله چهارم گفتیم شرعاً ممنوع هست. اون این هست که یک انسان ظن، یعنی گمان غالب درباره اون همین است که اون اگر جسمش سالم است اما دارایی مالیش هم نیست و چندان رغبتی به زنها ندارد و گمان غالبش همین است که اگر زن بگیرد حقوق زن را برآورده کردن نمیتواند، به جا آوردن نمیتواند، در این صورت زن گرفتن شرعاً ممنوع است. برابر زنگ میزنن. من السلام علیکم و رحمت الله. بله گوش میکنم شما را. شما در پخش مستقیم هستید، ما گوش میکنم. یعنی پسر مسلمان ترک زن کند، عموما زن نگیرد. سلامت باشید. ما سوال شما رو گرفتیم، در پاسخ هستیم. سلامت باشید. این برادر عزیز میگوید که آیا می شود که جوان مسلمان مرد مؤمن عموما زن نگیرد، ترک زن کند؟ شما ببینید برادران عزیز، من در حدیث از ابوذر رضی الله تعالی عنه خوانده بودم که روایت میکرد که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یک روز یکی از صحابگان را پرسید که آیا زن داری؟ گفت نه خیر ندارم. پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسید که آیا مال و دارایی داری؟ گفت که بله مال و دارایی دارم. گفت پس تو از برادران شیطان قرار میگیری در این صورت. اگر از مسیحیان پس راهب میشدی. راهب مردی رو میگن که ترک دنیا و زن میکند، خودش تنها در یک خلوت عبادت خدا میکند در یک کنار کوه، اون رو میگوین راهب. پیامبر خدا اون رو گفتن اگر تو مسیحی میشدی از همون راهبا میشدی. اما زن گرفتن سنت من و رویش ما هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم این رو این گونه جواب دادن. بنابراین برادران عزیز، الو سلام علیکم. السلام علیکم دوست عزیز. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من کریم از ورزو. سلامت باشید، گوش میکنم. میگویم که مرد به زن از دروغ گوید خب گناهکار میشد یا نه؟ در کدام وقت دروغ گفتن به زن ممکن است؟ سلامت باشید. سلامت باشید. این در میان جامعه ما زیاد است. متاسفانه بعضی ها میگویند که اگر انسان به همسر خودش دروغ گوید گناهکار نمیشود. این برادرم همین سوال رو دارد میکند. اول از سوال اولی رو من پاسخش رو پورا کنم. پیامبر رو میگوید اما زن گرفتن از سنت ما و روش ما هست، یعنی انبیا علیه السلام. بنابراین انسان اون 4 مرحله من ذکر کردم، در اون صورت ها فرض است، واجب است، سنت است و در یک صورت ترک زن کردن شرعاً ممنوع است، یعنی ترک کند شریعتاً اجازت است. اون رو من گفتم که اون همون صورتی است که اون دارایی خوب هم ندارد و گمان غالبش همین است که زن بگیرد، عدالت و حقوق اون رو پورا کردن نمیتواند، اون میتواند ترک زن کند. در غیر اون صورت این گناهکار میشد انسانی که ترک زن میکند. و سوال این برادر که آیا همسر را دروغگویی گناهکار نمیشوی؟ بگوید بعضی از دامولاها هم من این رو شنیدم که همین خیلی است. شما ببینید برادران عزیز، نه بلکه همیشه زن را دروغ گفتن بگویی گناهکار نمیشوی. معلم خانه، امیر خانه، کسی که انسان کامل باید باشد در خانه، اون مرد هست. اگر اون عادت به دروغگویی میکند اهل خانه ما دروغ میگن. اما بعضی چیزها هست که یک انسان مثلا همسرش رو دوست نمیدارد، در حقیقت مهر محبت با اون ندارد، چون که محبت غیر اختیاری است. اون میگوید که من تو رو دوست دارم، من میخواهم که همیشه یعنی با تو باشم. این گونه دروغگویی ها گناهکار نمیشه انسان. برای محبت اون، برای دل اون رو به دست آوردن، برای در زندگی اون رو مستقیم کردن، در این صورت گناهکار نمیشد. البته باز برادران زنگ میزنن در تماس، ما سوال اینها رو میگیریم، ان شاء الله با در برنامه با شما هستیم. البته
در زمان من و شما یکی از عامل‌های الو سلام علیکم. سلام علیکم. یکی از عامل‌های کاش خوردن عائله‌ها همین است که جوانان امروز وقتی در جاده زندگی قدم می‌نهند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. دوملا یک سوال داشتیم. سلامت باشید، گوش میکنم. همین به کدام عیب خود زن طلاق را از مرد مثلا طلب کرده میتونه؟ سلامت باشید. ما سوال شما را گرفتیم، در پاسخ هستیم با شما. سلامت باشید. این برادر میگوید که در کدام صورت زن میتواند که طلب طلاق کند. البته شما ببینید زن در زندگی حقوقهای خودش را دارد. روزی که شوهر میکند از مهر، از نفقه، از سکنا یعنی خانه‌ای که این باید زندگی بکند در اونجا و از چیزهای، من این سوال رو بعدا جواب میدم. رعایت نشود، عدالت نشود، ضرر برساند مرد و نفقه او را ادا نکند، مهر او را ادا نکند، خانه خوب او را ادا نکند، در اون صورت میتواند که زن طلب طلاق کند. حقوقهای زن رعایت نشود، زن میتواند که طلب طلاق کند. در غیر این صورت البته ببینید لباس زن، نفقه زن، جای خانه خواب زن، قرآن اشاره میکند که بر دارایی مرد وابستگی دارد. یعنی نمیشود که از دارایی اون زیاد طلب کند. بنابراین من برای خواهران و مادران، برای زنها صبر در جاده زندگی طلب میکنم که زندگی خوب داشته باشند. الو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله. میگی شما به سوال چم؟ بله گوش میکنم. ما نشستیم که سوال گوش کنیم از شما. السلام علیکم. من نشانم مقصوده از ناحیه فردوسی. سلامت باشید، گوش میکنم. التماس میگفتید که در پرستاری کودک از نگاه شریعت پدر چی بسته دارد؟ بله سلامت باشید. بله سلامت باشید. ما سوال شما را گرفتیم، در پاسخ هستیم ان شاء الله با شما. یک جهان تشکر. سلامت باشید. ببینید یعنی سوال اینچنین هست که در پرستاری فرزند، در پرستاری فرزند البته زن و مرد درباره تربیه اون، درباره تعلیم و اخلاق و حیای اون، درباره چگونه اون یک انسان سالم در جاده زندگی باشد، اینا برابرند. اما حقوقی مثلا لباس اون، جای خواب اون، یعنی طعام و شراب نوشاکی که برای شکم کودک هست، اینا در ذمه مرد هستند. حتی اگر زن از شوهر جدا شود تا سن 16 سالگی تعلیم و تربیه و مکتب و کتاب و دفتر و قلم، لباس و جای خواب تا به سن به بلوغت رسیدن در ذمه پدر اون خاندان هست، مرد اون خاندان هست و این از واجبات مرد هست که باید این چیز را ادا کنند. و البته درباره تربیه اون، درباره اون چگونه صحبت کنند، چگونه بشیند، چگونه راه برود، با کلان سالا چگونه، با خرد سالا و با همسالا چگونه باشد، در این تربیه اون، در این اخلاق اون زن و مرد برابر هستند. هر دی اینها باید عائله سالم را بسازند و حصه‌گذار باشند در جامعه با فرزندان سالم و صالح. و البته بعضی از برادران درباره این که در جاده زندگی گفتیم آماده نیستند، یعنی نمیدانند که چگونه با زن معامله کنند. من فکر میکنم در مرکز اسلامی که در شعبه فتوا من میشینم، بسیار اینها وقتی ما گوش میکنیم معلوم میشود که اینها یکدیگر را نشناختند. یعنی مرد جنسی زن را نشناخته است، نمیداند که با اون چگونه معامله داشته باشد.
شما ببینید میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که زن از قبرغه چپ مرد شدگی هست و اگر اون رو راست کنی میشکنی اون رو و شکستن اون طلاق اون هست. بعضی از صحابه گفتن پس مرد زن چگونه معامله داشته باشد، چگونه یعنی حرف داشته باشد، ما اون رو چیزی نگوییم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن نه، مقصد من این نیست، یعنی شما این جنس لطیف رو بخشیده با اون زندگی کنید، میتوانید که با اون زندگی کنید، زیاد گریف نکنید اون رو. در حالت لغزش های اون زن شما یک معلمی کامل، یک مرد کامل باشید و اون رو ببخشید، بخشیده با اون زندگی کنید میتوانید. و اگر اون رو زیاد گرفت کردید شما میخواهید که همون قبرغه چپ کج رو راست کنید و این رو نمیتوانید راست کردن، در نتیجه این میشکند و شکستن اون طلاق است. بنابراین اونهایی که زن رو همچون مادری فرزندانشون میدونن، همچون یک شخصیت در جاده زندگی میتوانند، چون که تسکین قلوب مردها، آرامش مردها زنها هستند. بنابراین اگر اون رو احترام با اون قائل است، اون رو همچون طرف زندگی خود میداند، میتوانند که حیات سالم داشته باشند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. حالای شما نزدیک خوبی؟ بله گوش میکنم شما. شهر گفتار زنگ میزنم. سلامت باشید، گوش میکنم. یه سوال داشته میفهمونی؟ بله گوش میکنم شما. درباره همین حقوق زن شوهر از دیدگاه اسلام کمی هم باشه اگر میفهمونی؟ سلامت باشید. ما سوال شما را گرفتیم، در پاسخ با شما هستیم انشاءالله. خب شما ببینید دوستان عزیز، من از ابتدای برنامه به این چیز چندین بار اشاره کردم. البته هست حق زوج یعنی حق شوهر، هست حق زن و بعضی حقوق هستند که اینها در اون برابرند و حقوقی که اونها مثلا زن بالای مرد دارد، گفتیم از روزی که اونها در جاده زندگی قدم میمانند باید پرداخت مهر باشد، باید نفقه عطا کند برای اون، مثلا از شکم زن و از لباس زن از اینها، و سکنا جای خوابی اون رو تأمین کند و در غیر مالی عدالت داشته باشد، در جنسی اون یکم ضرر نرساند. و اینها هستند حقوق هایی که پر کردن شهوت اون زن، اینا حقوق های هستند که در ذمه مرد فرض هستند ادا کنند. و زن البته بعد از شوهر کردن باید با اجازت شوهر بیرون براید، باید در خانه امور خانه را کند، تربیه فرزندان رو کند. با سوال رو میگیریم، ما در پاسخ با شما هستیم. بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام استاد، شما خانه خوب رفته شده. ما یک پیشنهاد داشتیم. بله گوش میکنم. پیشنهاد این است که همین برنامه ها هرچی بیشتر برای مونده شود بسیار خوب میشود و سوال داشتیم که همین حقوق قصور خشتامان از نگاه اسلام برای کلید چی باشد، تا این حدی که مثلا بعضی کلید نسبت قصور خشتامان رو احترامی میکنن، در همین موضوع کم طرف مردمان میکنن بسیار خوب میشه. بله سلام باشید. برکت بدید. بله برادر عزیز، باید این سوال این را میگیرید. شما ببینید البته زن. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. استاد یک سوال داشتم. بله گوش میکنم شما. همین دخالت ناجای شخصان بیگانه در ثبات عائله ها چه تأثیری منفی دارد؟ یعنی شخصان بیرونی در عائله ها دخالت میکنند. بله سوال شما رو ما گرفتیم، در پاسخ هستیم با شما ان شاء الله. برادرانی که در پشت مستقیم رو میبینم و زنگ میزنن، من یک
پیشنهاد برای شما دارم که وقتی که شما سوال بله سلام علیکم الو سلام علیکم الو بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته بله گوش میکنم یک سوال داشتم گوش میکنم شما رو در بابت حق پدر در بالای فرزند و حق فرزند در بالای پدر کم صحبت میکردین سلامت باشید ما سوال شما رو گرفتیم در پاسخ هستیم باشید تشکر زیاد سلامت یک پیشنهاد برای برادران این هست که از این بعد سوال جواب آنلاینی اینترنتی ما انشاءالله دوام دارد و درباره خصوصا مسائلی که مبرم روز هستند برای جامعه امروز مفید هستند و ما اقدام گرفتیم که در جاده اصلاح برادران و عائله ها سهم داشته باشیم. البته وقتی که یک انسان سوال میکند ما در جواب اون میپردازیم کوشش کنم که اون جواب رو من خیلی مختصر بیان میکنم گوش کنم بعد در حالت تماس شوم. ما فکر میکنم این خیلی ما میتونیم که یعنی از یکدیگر استفاده کنیم. همین چیز را برادران باید رعایت کنند. البته ببینید چون که سوال ها زیاد میشن من اونها رو پره گرفته نمیتوانم بعدا میمونن در پاسخ آنها میمونن. برادر در اینجا سوال کرد که حقوق خسر خوشنامند در بالای کلن چی هست؟ شما ببینید یک سخن عجیب هست که من از بزرگان شنیدم. این یک عرف و عادتی. بله سلام علیکم. الو سلام علیکم. و علیکم السلام. میبخشید مرحبا اسلامیه. بله گوش میکنم. شما در پخش مستقیم هستید. من خورشید از ناحیه رودکی یک سوال داشتم. بله گوش میکنم برادر خورشید. در اسلام اومده است که چگونه همسر انتخاب کنیم مثلا همین انتخاب همسر در اسلام اومده. بله 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 اومده است. ما سوال شما را گرفتیم در پاسخ هستیم شما. خب برادران عزیز این پیشنهاد مرا شما البته داشته باشید و در اون صورت ما میتوانیم از یکدیگر استفاده خوب کنیم و اونهایی که سوال میکنن میتوانند که با سوال خودشون جواب پره گیرن جوابی که اون خودشون میفهمند. بنابراین این برادری که سوال کردن اول که خسور خوشنامند بالای کلیم چی حق دارد شما ببینید یک سخنی که من از بزرگان شنیدم میگه در ملت ما خصوصا در تاجیکستان یک عرف و عادت تاجیکانه خیلی خوب هست که کلون میآید خانه یک کس همه مو خانواده را خدمت میکنن. خسور خوشنامه را لباسش رو میشوید پیش اونها میخیزد طعام اونها را میپزد بیمارداری میکنند و این خیلی خوب است چون که اینها محبوبیت حاصل میکنند در نزد شوهر. اما از حقوق دینی اینها نیست. این برادر میگه از دیدگاه دین از دیدگاه دین آنچه که بر ذمه اون هست اصلا زن را وقتی خانه میارن ما گفتیم سکنا باید داشته باشد یعنی جای ایست خانه داشته باشد اون خانه باید با تمام شرایطش باشد حمام داشته باشد و مطبخ یعنی کوخنی داشته باشد و جای خوابی اون باشد و اون میتواند که یعنی خسر خوشنامند خود را از دیدگاه دین یعنی اون چیزی که امروز در میان مردم ما هست بر ذمه اون کلون این دینی نیست. این یک حسن سلوک است یک معاشرت است یک احترام کلانسان در اینجا. بنابراین برادران عزیز من فکر میکنم شما فهمیدید اما اون چیزی که 4 پیر و 4 تدبیر هست البته این دیدگاه دینی هست. این دیدگاهی هست که اونها حق دارن که باید احترام کرده شوند و دعای اونها گرفته شود چون که چند روز بعد و چند سال بعد اینها هم خسور خوشنامند میشن و البته کلون ها باید ببینید یک زمانی بود که کلون ها چگونه برای خسور خوشنامند مثل پدر و مادر رفتار میکردن و ما در یک ناحیه هم یک طلاق نداشتیم. اما امروز
بعضی چیزها شدگی هست که فکر میکنم اونها خیلی خودشون رو دانا میگیرن و فاصله میگیرن از پدر و مادر شوهر و این از دیدگاه دین معنی است. و سوال بعدی که برادر از ما پرسیدن، اون سوال این بود که ما پاسخ رو میگوییم چون که 3 تا سوال گرفتیم، بعدا چون که وقت آنلاینی ما هم کم است بعدا با سوال ها میپردازیم. من دوباره میگویم برادرانی که در بخش مستقیم هستن وقت رو نگاه کرده تماس بگیرن بهتر میشه. شما ببینید میگوید آیا دخالت کردن انسان های بیرونی چی منفی، یعنی سبب های منفی دارد در اویله؟ شما ببینید اویله همیشه مستقل است. در جاده زندگی مرد و زن هست، بنابراین اونها میتوانند که یک روز خوشبخت باشند، یک روز دعوا داشته باشند، با روز بعدش خوش باشند. این چیزها در اویله میشود. خشونت اویلوی در تمام اویله ها صورت میگیرد. اما اگر شخصان بیرون دخالت میکنند، مانند مثال تقای زن، امکی زن، اکای زن، اپای زن، یا به مانند این طرف یعنی برادر همسر، خواهر همسر، اینها سبب‌های منفیش خیلی زیاده. در ما این چیز بسیار است. باید ما از زندگی مستقل مرد و زن فاصله داشته باشیم. اگر سهمی که داریم اون سهم نصیحت است، حق دخالت رو نداریم. امروز با اون چی خریدن، فردا اون رو کجا بردن، اینها چیزهایی هستند که یعنی دخالت کردن اینها جز سبب‌های منفی سبب‌های مثبت ندارند، مفید ندارند. برای همین نباید دخالت کنند. حق دخالت اونها فقط نصیحت کردن و سخنان خوب گفتن هست و تمام. و برادری که در اخیر سوال کردن که آیا از دیدگاه دین معین هست چگونه همسر انتخاب کنید؟ البته شما ببینید حدیثی مشهور است از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که زن رو برای 4 چیز میگیرند. یعنی مردها زن رو برای 4 چیز میگیرند: لمالها ولجمالها ولنسبها ولدینها. یعنی زن رو برای مالداریش میگیرد کسی برای حسب و نسب خوب دارد، اولاد خوب دارد، اجداد خوب دارد. ببینید بسیاری ها وقتی میرن میگه که این اولاد خوب است، یعنی انسان های با ننگ و با ناموس، با این خاطر گرفته میشه. یا برای جمال زن زیبا هست، دلکش هست، مردم رو میبیند به این خاطر انتخاب میکنند. و چهارمین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه یا برای دینش زن رو میگیرن. وقتی که برای دینش میگیرن، پیامبر صلی الله علیه و سلم وصیت میکند که فاظفر بذات دین، یعنی تو انتخاب صاحب دین را بکن. اگرچه اون مال ندارد، جمال ندارد، اما زن دیندار هست، زن با اخلاق و با حیا هست، زن پاک دامن است. پیامبر میگه این رو انتخاب کن، تریبت یدا، دستانی تو تر میشن، یعنی تو در زندگیت برکت میبینی. شما ببینید بسا زندگی های هست که همسر چندان صاحب جمال ندارد، اما اخلاق اون، حیای اون، انسان کامل بودن اون، مادر موفق بودن اون، همه اینها رو جابجا میکنه. در اون جمال هم دیده میشود، در اون نسب خوب هم دیده میشود، از سبب اون برکت هم در زندگی صاحب مال هم میشود مرد. برای همین البته اسلام گفته است که زنهای دیندار، زنهای با حیا، زنهای پاک دامن رو انتخاب کنید و در زندگی برکت می‌آید. این بود جواب سوال آخری که ما از این برادر گرفتیم. البته من به چی خاطر گوشی رو دیگر برگذاشتم و نگرفتم؟ به خاطر اینکه ما سوال‌های دوست‌ها رو جواب بدهیم و جواب بدهیم که برای اونها مفید باشد. در جاده زندگی سالم ما حصه‌گذار باشیم. برای همین وقتی که شما می‌بینید که ما آماده هستیم برای پاسخگویی، شما می‌توانید که در تماس باشید، ما در جواب با شما هستیم. و اسلام حقوق طلاق رو، حقوق جداشوی رو، یعنی اون گره و بندی که در روز نکاح بسته می شود، اون را مالکش را مرد را قرار داده است. چون که مرد حلم و صبر، برداشت زیاد دارد نسبت به زن. برای همون
مردها باید در اینجا زیاد کوشش بکنن که این بندی که در دست اونها هست این بند رو به زودی از دست ندهند. چون که بسیاری از برادران هستند که با یک زن زندگی کردن، اونس پیدا کردن، با یکدیگر در پستی و بلندی زندگی بدن، اما از روی غضب، از روی جهل وقتی که طلاق کردن، وقتی که جدا شدن، امروز دنبال همین فتوای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان هستند که اونها را هر گونه باشد جمع کنند. اما شما میدانید که اگر مسائل دینی، مسائل طلاق که راهی حل نداشته باشد، فتوا و روایت اون نباشد و نکاح ملا حرام را حلال نمیکنند، نکاح داملا حرام را حلال نمیکنند، بسیاری آنها هست که در اینجا میآیند، آب دیده پره رو هستند، برمیگردن میروند و ما دعا میکنیم که هیچ وقت خداوند با دختران ما، با زنان ما، با خصوصا مادران مؤمن مسلمان ما این چیزها رخ نده. کسی زنگ میزنه ما گوشی رو میگیریم. بله، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. آقای داملود. بله گوش میکنم. یک سوال داشته. گوش میکنم شما را. آقای داملود، همین بعضی پدر و مادران به سبب معقول نشیدن کلیناشون انا در روانی سینی بچهش میگه که مقصد کلین یکون کار میکنه در اوچهش، در پدرش خسرخش دوما درگیم معقول نمیشه و در روانی فرزندش میگه که زن تا طلاق بده، اگر طلاق ندادی ما طرف آق میکنه. همین در اسلام چی باشه؟ برادر عزیز دیگر سوال ندارید؟ نه. ما سوال شما را گرفتیم، در پاسخ با شما هستیم. خب ببینید برادران عزیز و تماشابینان محترم، بسیار در مسئله حساس این برادر سوال کردن. میگوید که بعضی از پدر و مادران یگم چیزی از کلین برای اونها خوش نمی آید، در نتیجه اونها پسر را مجبور میکنن که اگر همسرش رو طلاق نکنن، در نتیجه او را عاق میکنن. عاق والدین شما میدونید که از یکی مسائل یعنی به نهایت بزرگ است در میان حقوق والدین و پسر که عاق والدین دیگر روایت ها درباره اون هست که در جنت جایگاهی ندارد. شما ببینید آیا همین مسئله از حقوق والدین هست یا نیست؟ اتفاق علما در این هست که این از حقوق والدین نیست، از حقوق والدین نیست. یعنی اگر این پسر زن این در ناموس اون نرسیده است، زن این یگام مسائل رو مرتکب نشده است که این برادر میخواهد از این جدا شود، فقط در پدر و مادر این پسر نیست و اینها این رو مجبور میکنن که اگر طلاقش نکند، در نتیجه نکردن طلاق عاقش میکنن. اگر این نکرد، این پسر پدر و مادر را گوش نکرد و همسرش را طلاق نداد و اونها در نتیجه این را عاق کردن، این پسر عاق نمیشه. در این صورت پدر و مادران باید گوش کنن ما را که در این صورت اگر این گونه پدر و مادر هستن گناهگار میشن، نزد خداوند گناهگار میشوند و پسر اونها عاق نمیشن. و هیچ وقت پسرها همسران خوبی خود را در این گونه مسئله اگر مبتلا شدن طلاق نباید بکنن که از دیدگاه دین گناهگار میشن. و طلاق دادن زن بدون یگام سبب، یگام جنایت، این گناه کبیره است و این از حقوق والدین است. بنابراین این مسئله بسیار مسئله نازک است و در میان جامعه بسیار است و این را باید دیدگاه دینیش را بفهمند. بنابراین اگر شما در بحث مستقیم هستید، ما این مسئله را در یوتیوب و دیگر در شبکه‌های اجتماعی میگذاریم که این گونه پدر و مادرها این مسئله را آگاه باشند. البته کسی دیگری در تماس با ما هست، ما در سوال و جواب با اونها هستیم. البته دیدگاه فقهی همی است که اگر زنش را طلاق کنه طلاق میشه. از دیدگاه فقهی مذهب امام اعظم رحمت الله علیه، اگر پدر و مادر مجبورش کردن که ما تو را عاق میکنیم اگر
همسرت طلاق نکنی نباید بکند. من این رو گفتم در ابتدای جواب. اما اگر طلاق بکند همسرش طلاق میشه. در این صورت هم خودش گناهکار میشه، هم پدر و مادرش گناهکار میشه. و اگر در نتیجه این کار کردن که طلاق نکند پدر و مادرش این عاق کنند، این عاق نمیشه. این هیچ گناه و معصیت پیش خدا ندارد. و بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. بله گوش میکنم برادر. گوش میکنم برادر عزیز. سلامت باشید. سبب شوی و سبب چه که جوانات نمی آزاده میشن یا هفته میگذرد و جدا میشن. سلامت باشید. ما سوال شما را گرفتیم در پاسخ هستیم. بله سلامت باشید. سلامت. شما ببینید این سوال رو ما در بالا هم فکر میکنم گذاشتیم. سببی برهم خوردن عائله های جوان در چی هست؟ عامل ها و سبب ها. این عامل و سبب ها. بله سلام علیکم. علیکم السلام. برنامه یوتیوبی است؟ بله گوش میکنم. سلامت باشین. ما نسبت همین مسائل عائله داری یک سوال داشتیم، خواستیم که از شما پرسیم. بله گوش میکنم بازم. همین بعضی از مادرها و پدرها وقتی که میفرستن که در دین اسلام خیلی خواندن دخترم واجب است، از مردم واجب است در معیارهای شرعی، وقتی که میفرستن دختراشون نصیحت میکنن که من فکر میکنم که از پشخری عائله ها در پسیکولوژی هم دخترها گذاشتن همین است که اوچش میگوید که دخترم رقص بخون که وقتی که از شوهر جدا زندگی تا پیش ببری. میخواستم که در همین موارد یعنی مادرها بعضی وقت پسیکولوژی هم دختر پیش از اینکه با عائله دار شوند، عائله برپا کنن، الکی آماده میکنن برای جدا ساختن عائله. در همین موارد میخواستم استاد یک کم روشنی میاندازید. سلامت باشید. من سوال شما را گرفتم، در پاسخ با شما هستیم. سلامت باشید. البته این برادر سوال ندارد، یک پیشنهاد دارد و پیشنهادش هم پیشنهاد جالب است. در حقیقت این چیز هست. میگوید که بعضی از من این سوال رو جواب میدم بعد سوال اولی رو. بعضی از مادرها دخترانشون وقتی میخونن از دیدگاه دین مبین اسلام حق تعلیم از انمون حقوقی است که میان مرد و زن برابر است، 50 در 50 است. یعنی مرد میخواهد تعلیم بگیرد، زن هم اگر بخواهد تعلیم بگیرد مرد حق ندارد رو منع کند. این حقوقی هست که برابر هستند مرد و زن. حق تعلیم گرفتن. البته این برادر معلومات دینی دارد، میگه که این در دیدگاه دین مبین اسلام معنی است، لیکن میگه یکی از عامل‌های جدا شوی عائله رو من در این می‌بینم که مادرانی که دخترانشون رو میخوانند میگویند که رفته بخون به خاطر که اگر از شوهر جدا شوی زندگی خودت رو داشته باشی، زندگی خودت رو پیش بری. اما این زاویه رو، این دیدگاه رو باید عوض کرد. مادران، نه مادران، پدران، برادران، اپا و خواهران، هیچ کس حق ندارد که این پیشنهاد را بکند برای دختران. این پیشنهاد را برای دختر جوانی که 11 ساله یا صنف 11 را تمام میکند پیشنهاد کند. حق ندارد. این دیدگاه غلط است. زنان باید بخونند، باید علم داشته باشند. میگن زنان را گرزیدانیش زیوری هست، امید روزگاری بهتری هست. اگرچه از زنان پیغمبری نیست، همه پیغمبران را مادری هست. اینو بزرگان ما شما گفتند. مادر اگر اهل علم باشد، دانشمند باشد، حداقل دختر پسر خودش را در خانه خودش همون مکتب میانه‌اش رو یاردم میکنه. یک نور در همون خانه هست. اما این برادر میگوید که همین دیدگاه را باید مادرها عوض کنند و این گناه است. این یکی از خیشتی و کج گذاشتن معمار است. شما را باید بگید که علم بخوان، دانش داشته باش، مادری موفق باش، برای عائلت مستحکم کردن، برای تربیت فرزندان حصه داشته باش در برابر مرد خانه. و مادران باید توصیه کنند که زن یک بار شوهر میکنه و برای همیشه. این دیدگاه را باید داشته باشه. و
برادر دیگری که در اول سوال کردن در مسئله پیش از این که مادرها این رو میگویند، مسئله رو من نگرفتم، فکر میکنم بعدش رو من نوشتم. در باره حقوق زنها بود فکر میکنم، اینم تقریبا 3 مرتبه شد این سوال میشه. برای حقوق زن من نوشتم در اینجا 3 مرتبه شد این سوال میشود. البته حقوقها رعایت میشود. این بله. سلام علیکم. علیکم سلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام. حضرت جان خوبه نبودین؟ شکر خدا. گوش میکنیم شما رو. یک سوال هایی بیان کار بود. بله. یک زن یک وقت در حضور دو شاهد هستن، بدونیم که وارا یگان داملا یا یگان اولا نکاحشان کند، یا رازگی میتونم که تنت شمه بخشه و بچه قبول میکنه، شاهدان میشنوه نیده طرف رازگی های همین نکاحشان صورت میگه یا که یگان داملا باید وارا حتما نکاح کند. سلامت باشید. من سوال شما را گرفتم، در پاسخ هستیم با شما. خب ببینید، نکاح از دیدگاه دین مبین اسلام البته فرائض و واجبات خود را دارد. این میگوید که یعنی بودن داملا در نکاح شرط و ضروری هست، یا اینکه 2 مرد عاقل بالغ مسلمان شاهد باشند، زن تن نفسش را ببخشد، مرد قبول کنند، نکاح درست میشه. البته حضور داملا در اون نکاح به خاطر هست که اون سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، اون خطبه‌ای که دارای نصیحت طرفین، حقوق طرفین و برکت در زندگی اونها هست، به همین خاطر است که داملا بیاید اون سنت را احیا کنه در نکاح، اون سنت را زندگی کنه. و هیچ کتاب فقهی بدون این نکاح را بیان نکرده است، بدون مردی که خود برا میخونه. البته یک انسان در یک جایی زد که اونجا داملا نیافت، داملا نبود، همون 2 مرد عاقل بالغ مسلمان شاهد بودن، زنم رضامندی داد، مردم قبول کرد، نکاح درست میشه. نکاح درست میشه و یکی از اونها سوره فاتحه را میخوانند، دعا میکنند، درست میشه نکاح. من سوال این برادر اولی در یادم زد، این گفته بود که شما حقوق پدر و مادر در بالای فرزند و حقوق فرزند رو بگید. البته اون برنامه‌ای که ما گذاشته گیم، برنامه در این جا هست که عائله سالم چگونه داشته باشیم. برنامه این هست و یک روز برنامه درباره حقوق پسر بالای پدر و حقوق پدر و مادر بالای پسر رو ما میگذاریم. و البته شما میبینید که خداوند حقوق برای پدر و مادر در دیدگاه دین مبین اسلام خصوصا در قرآن گذاشتگی هست که هیچ توصیه از این بزرگتر نیست. هیچ سرمایه کتاب‌های معتبر و ادبیات و بزرگان و یعنی از قرآن بالاتر هیچ کتابی نیست. اما بزرگترین موقعی که من گفتنی هستم این هست که قرآن میگوید که پدر و مادری که اونی که ایمان و دین و اسلام اون حقوقش بود تماما، اما پدر و مادری که دین مبین اسلام رو قبول نکردن، خدا را اعتراف نکردن، در همونها میگوید که و صاحبهما فی الدنیا معروفا، با این پدر و مادر حتی قرآن میگه و این جاهدک ان تشرک بالله، اونا تو را دعوت میکنن برای اینکه شرک به خدا کنی، یعنی خودشون کو ایمان ندارن، اون پدر و مادر تو را دعوت میکنن که بیا از خدا برگرد و شرک به خدا کن. در همون حالتی که اونها پدر و مادر به ایمان هستند، خداوند در قرآن میگوید که و صاحبهما فی الدنیا معروفا، در دنیا با پدر و مادر به ایمانت امرگی خوب داشته باش، یعنی همراهی خوب با اونها داشته باش، معامله خوب داشته باش، لباس تازه، جای خواب تازه، طعام نغز برای اونها بیار، چون که اونها پدر و مادرت هستند. حقوق پدر بالای پسر بسا خیلی بزرگ است و من
فقط به یک جای اشاره کردم که در حالتی که پدر و مادر دین ندارند، فرزندان وظیفه دارند که تا روزی که اونها حیات هستند با اونها همراهی و همراهی خوب داشته باشند. و برادران اشاره میکنند که وقت آنلاینی ما به آخر میرسد و ما با شما خداحافظی میکنیم و کوشش میکنیم که در همه سمت ما برنامه ها داشته باشیم با شما و در خدمت شما باشیم. و البته اون چی که من از شما طلب میکنم این هست که برادران در حالتی که سوال و جواب میکنیم شما آنلاینی رو تماشا بکنید و ببینید که ما سوال رو گرفتیم، در پاسخ اون هستیم، تا آخر پاسخ رو با یک جای گوش میکنیم، بعد در تماس میشیم. من فکر میکنم با این رو ما میتوانیم زیادتر از یکدیگر استفاده کنیم و در آخر از خداوند منان برای شما و برای خودم و برای تمام مهاجرینی که در هجرت هستند، در خصوصا دیگر کشورها برای روزگار زندگی رفتن، خداوند اونها رو حفظ کند، صحت سلامت به وطن برگرداند و آب و روی زن و مادران و دختران و تمام همسران ملت و دولت ما و تمام کل مسلمان را حفظ کند و امنیت و ثبات کشور را همیشگی نگاه بدارد و ما و شما را در زندگی با بندگی نصیب کند. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين.